سیگنال ویژه. این روزها یکی از بزرگترین مشکلات فعالان بازار نبود سیگنال‌های واقعی و مطمئن در فضای مجازی است. متاسفانه بیشتر کانال‌هایی که سیگنال ارائه می‌کنند یا کلاهبردارند یا سیگنال‌های ضعیف و بی‌پشتوانه ارائه می‌دهند. یک سیگنال چه زمانی معتبر است؟ زمانی می‌توان یک سیگنال را معتبر دانست که توسط یک تریدر واقعی صادر شده باشد. تریدر با سرمایه شخصی و قابل توجه خودش هم از آن سیگنال استفاده کرده باشد. ما سیستمی طراحی کرده ایم که به شما امکان دسترسی به سیگنال‌های قدرتمند، دقیق و بر اساس رفتار نهنگ‌ها و تریدرهای بزرگ را می‌دهد. در این سرویس، ربات رفتار معاملاتی نهنگ‌ها و تریدرهای حرفه‌ای را تحلیل می‌کند. در صورت تشخیص الگوی مشابه در معاملات آنها سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برای مثال، اگر 3 نهنگ و 2 تریدر بزرگ به طور همزمان روی خرید یک ارز تمرکز کرده باشند و الگوی صعودی قوی ثبت شود، ربات هشدار می‌دهد که حجم سرمایه قابل توجهی وارد بازار شده و احتمال رشد بالا وجود دارد. ویژگی‌های این سرویس: شناسایی ارزهایی که تمرکز نهنگ‌ها روی آنهاست، تشخیص زمان‌های ورود و خروج نهنگ‌ها از بازار، نمایش اطلاعات کامل شامل دلیل سیگنال، زمان، نوع رفتار یعنی خرید یا فروش و تایم فریم و نام ارز. چرا این سیگنال ها قابل اعتمادند؟ توسط یک تریدر واقعی صادر می شوند. خود تریدر با سرمایه شخصی از این سیگنال ها استفاده کرده. تنها سیگنال هایی بررسی و ارسال می شوند که حجم بالای معاملات یعنی چند میلیون دلاری داشته باشند. برای شروع کافی است ابتدا ارزهای مورد نظر را از بخش افزودن ارز به ربات معرفی نمایید. همانطور که مشاهده می کنید لیست ارزهای افزوده شده در منوی سیگنال ویژه و در بخش ارزهای فعال قرار دارد. در صورت نیاز می توانید ارزهای افزوده شده را از همین بخش حذف نمایید. ربات در ارزهای معرفی شده توسط شما شروع به کاوش می نماید و در صورتی که تریدرها، نهنگها یا شرکت‌های معاملاتی اقدام به ثبت معاملات سنگین در ارز انتخاب شده شما کنند، به محض ثبت معامله سیگنال معاملاتی مربوط به آن تریدر، نهنگ یا شرکت معاملاتی برای شما ارسال خواهد شد. گزارش معامله انجام شده به صورت لحظه‌ای و در قالب سیگنال برای شما ارسال می شود. به این صورت شما می توانید همزمان و همراستا با نهنگ‌ها، معامله‌گران بزرگ و افرادی که از رانت اطلاعاتی بازار برخوردارند وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید. از بخش تنظیمات سرویس می توانید سرویس را فعال یا غیر فعال نمایید. در صورتی که سرویس غیر فعال باشد، در بازه غیر فعال بودن هیچ سیگنالی از سوی ربات برای شما ارسال نخواهد شد. اما اگر سرویس در حالت فعال قرار گیرد، در صورت انجام معامله توسط تریدرها، نهنگها یا شرکت‌های معاملاتی، گزارش معاملات انجام شده برای شما ارسال خواهد شد. در بخش حداقل حجم معامله شما تعیین می‌کنید که سیگنال‌های صادر شده شامل چه حداقل حجمی از معامله باشند. برای مثال، زمانی که عدد $105,000 را انتخاب می‌کنید، با این انتخاب درخواستی به ربات ارسال می‌شود که چنانچه معامله‌گری معامله‌ای با حجم حداقل $150,000 یا بیشتر انجام داد، من را مطلع کن. به این ترتیب فقط سیگنال هایی در این محدوده برای شما از سوی ربات ارسال خواهد شد. همچنین می توانید از بخش تنظیمات سرویس سیگنال تعیین نمایید که در طول روز چه تعداد سیگنال برای شما ارسال شود. برای مثال، اگر تعداد سیگنال روزانه را روی عدد 20 قرار دهید، فقط 20 سیگنال معاملاتی برای شما ارسال خواهد شد و پس از رسیدن به این تعداد، سیگنال جدیدی از سمت ربات ارسال نخواهد شد. شما می توانید با تعیین زمان انتظار بین سیگنال ها فاصله زمانی میان هر سیگنال تا سیگنال بعدی را مشخص نمایید.
برای مثال، اگر یک معامله‌گر اقدام به خرید ارز بیت کوین نماید و شما زمان انتظار را 15 دقیقه تعیین کرده باشید، پس از دریافت این سیگنال تا 15 دقیقه بعد هیچ سیگنال دیگری برای شما ارسال نخواهد شد، حتی اگر معامله‌گر دیگری مجدداً بر روی بیت کوین معامله‌ای انجام دهد. این ویژگی از ارسال سیگنال‌های پیاپی و غیر کاربردی جلوگیری می‌کند. نکته مهم: اگر یک سیگنال از معامله‌گر در مورد خرید بیت کوین دریافت کرده باشید، تا 15 دقیقه بعد هیچ سیگنالی از هیچ ارزی برای شما ارسال نخواهد شد. این گزینه سیگنال‌های دریافتی را به صورت کامل فیلتر می‌کند. در بخش بعدی می توانید مشخص نمایید که فقط روی یک ارز خاص محدودیت زمانی داشته باشید. در مثال قبل، زمانی که 15 دقیقه را انتخاب می کردید، اگر یک سیگنال مربوط به بیت کوین دریافت می شد، تا 15 دقیقه بعد هیچ سیگنالی از هیچ ارزی دریافت نمی کردید. اما با فعال کردن این گزینه، در صورتی که روی بیت کوین سیگنال دریافت کرده باشید، تا پایان بازه زمانی فقط برای بیت کوین سیگنال جدیدی دریافت نخواهید کرد و همچنان سیگنال‌های سایر ارزهای انتخاب شده برای شما ارسال خواهد شد، مگر اینکه برای آن ارزها نیز در لحظه سیگنالی دریافت کرده باشید. این بخش باعث آسودگی خاطر کاربران می شود و از ارسال مکرر و غیر ضروری سیگنال ها جلوگیری می کند. پس از تکمیل تنظیمات و فعالسازی سرویس، به محض اینکه یکی از نهنگ ها یا معامله‌گران با حجم مورد نظر شما وارد معامله شوند، ربات بلافاصله یک سیگنال معاملاتی و گزارش مربوطه را برای شما ارسال می کند. برای مثال، سیگنالی که برای ما ارسال شده است نشان می‌دهد که در همین لحظه یک نهنگ با حجم $200,000 در ارز اتریوم یک معامله خرید باز کرده است. قیمت باز شدن معامله و مقدار آن نیز برای ما قابل مشاهده است. در این صورت، اگر این سیگنال با استراتژی معاملاتی ما هم راستا باشد، می توانیم با استفاده از اطلاعات ارسال شده توسط ربات وارد یک پوزیشن معاملاتی شویم. یکی از ابزارهای کاربردی این ربات پس از ابزار سیگنال، منوی دسترسی به تحلیل ارز است. به صورت سریع پس از دریافت سیگنال می توانیم با انتخاب این بخش به گزینه‌های تحلیلی دیگر دست پیدا کنیم و در کمترین زمان ممکن تاییدیه‌های لازم را دریافت کرده و در صورت نیاز وارد معامله شویم. مورد دیگری که در اختیار ما قرار می‌گیرد این است که می‌توانیم این معامله را در لیست ارزهای نشان شده قرار دهیم. این امکان به ما کمک می‌کند تا در صورتی که بخواهیم در آینده روند این معامله را دنبال کنیم، به راحتی و سریع به آن دسترسی داشته باشیم. تحلیل بازدهی این امکان را به ما می‌دهد تا سیگنال هایی که از نهنگ های مختلف صادر شده‌اند در بازه های زمانی گوناگون بررسی کنیم تا زمان خروج مناسب را تشخیص داده و به مرور زمان با ذهنیت معامله‌گران هماهنگ شویم. یکی از دلایل اصلی ضررهای متعدد معامله‌گران عدم انتخاب زمان مناسب برای خروج از بازار است. برای مثال، حتی اگر با یک نهنگ وارد معامله شوید، ممکن است پس از مدتی در موقعیتی نامناسب با ضرر یا سود کم از معامله خارج شوید. اما این تحلیل به شما کمک می‌کند تا در آینده بررسی کنید که این معامله در چه زمانی بهترین بازدهی را داشته و نهنگ چگونه از آن سیگنال استفاده کرده است. این موضوع می‌تواند قدرت تصمیم گیری و مدیریت سرمایه‌تان را در معاملات بعدی بهبود ببخشد. و کاربران علاوه بر زمان ورود به معامله با سیگنال نهنگ‌ها، بهترین زمان خروج معاملات را هم می‌توانند مشاهده کنند. برای مثال، در قسمت ارزهای ذخیره شده، وقتی تحلیل یکی از ارزها را انتخاب می‌کنم، می‌بینم که زمانی نمایش داده می‌شود که نهنگ‌ها با آن معامله بیشترین بازدهی را کسب کرده است. با بررسی مجموع برآیند سیگنال‌های مختلف می‌توانیم متوجه شویم که نهنگ‌ها به صورت میانگین چه مدت زمانی صبر می‌کنند تا به بهترین بازدهی برسند. این اطلاعات حتی می‌تواند ذهنیت معاملاتی ما را از چارچوب‌های اشتباه خارج کرده و به ما کمک کند تا مانند معامله‌گران موفق بازار تصمیم‌گیری و مدیریت سرمایه داشته باشیم.
برای مثال در بررسی ها متوجه می شویم که اکثر نهنگ ها در این نوع معاملات پس از یک بازه زمانی خاص به بهترین برآیند خود رسیدند یا از معامله خارج شدند یا آن را نگه داشتند. مثلا وقتی در ارز اتریوم نهنگ ها یا معامله‌گران بزرگ در بازه 4 تا 5 روزه پس از ورود به معامله بهترین بازدهی را ثبت کردند، ما هم می توانیم در معاملات بعدی حداقل تا 4 یا 5 روز در معامله باقی بمانیم تا به بازدهی مطلوب برسیم. برای نمونه وقتی روی ارزهای نشان شده کلیک می کنیم در اینجا 3 سیگنال از قبل ذخیره شدند. یکی مربوط به اتریوم است که در تاریخ 22/4/2025 یعنی 2 روز پیش یک معامله خرید به ارزش 4 میلیون دلار روی آن انجام شده است. وقتی روی گزینه تحلیل بازدهی کلیک می کنیم می بینیم که بهترین بازدهی این معامله 1 روز پس از ایجاد آن بوده است. قیمت ورود به معامله $1600 بوده و قیمت در زمان بهترین بازدهی $1800. در مجموع این نهنگ حدود $500,000 سود کرده و به دارایی‌هایش $540,000 افزوده شده است. معامله بعدی مربوط به ارز ریپل است با حجم $313,000. وقتی تحلیل بازدهی را بررسی می کنیم مشخص می شود که 3 روز بعد از ایجاد معامله نهنگ به بازدهی مورد نظر خود رسیده و حدود 10% سود کسب کرده، یعنی حدوداً $31,000. معامله سوم مربوط به بیت کوین است که بررسی آن نشان می‌دهد 3 روز پس از ایجاد معامله 11% سود حاصل شده است. جالب است بدانید که بیش از 95% معاملات و سیگنال‌های این سرویس به سود ختم می‌شوند. نکته‌ای که کاربران باید به آن توجه داشته باشند مدیریت سرمایه صحیح و همگام شدن با ذهن نهنگ هاست. پیشنهاد می شود معاملات متعددی را بررسی کرده و روزهایی که معاملات به سود می رسند و مدت زمان انتظار برای بازدهی را به دقت تحلیل کنید. این روند به شما کمک می کند تا همچون معامله‌گران موفق بهترین خروجی را از بازار کسب نمایید.